آخرالزمان تمدن غرب. به پایان رسیدن هر حرکت و امری، آنگاه که به معنای انقراض و انحطاط و مرگ و نیستی باشد، به معنای کند شدن حرکت آن امر است و کندی حرکت داله بر ثقل و سنگینی و سیاهی بار آن امر است و به معنای از دست دادن معنا و نور یک امر است و تبدیل به مادیت محض شدن. و این مسئله شامل حال تمدن مدرن غرب است که مستمراً در حال از دست دادن معنویت و روح و حق جویی و گرایشات متافیزیکی می باشد و به لحاظ کیفیت به وضعیت صفر می رسد و مبدل به تمدنی تماماً کمی و عددی و ریاضیاتی می شود. حتی معنوی ترین امور و شعارهایی همچون آزادی و دموکراسی که در سرلوحه معنویت این تمدن قرار داشته است و این آخرالزمان تمدن غرب است. و می‌دانیم که تمدن حاکم بر جهان همان تمدنی است که از حدود 2000 سال پیش از یونان و روم باستان آغاز شده و در اروپا و آمریکای مدرن مستقر گشته و سپس به واسطه استعمار و سلطه‌گری و لشکرکشی و فریب به کل جهان سرایت کرده است و آن تمدنی مبتنی بر دانش فنی و ریاضیات و اقتصادگرایی و اصالت تجارت و پول می باشد. این تمدن در سایر مناطق جهان البته به واسطه فرهنگ‌های معنوی‌تر بسیار دیرتر از خود غرب به آخرالزمان خود می رسد. و پس از سقوط کامل تمدن غربی در غرب مدتی هم نوبت ریاست و سلطه تمدن‌های آسیایی و آمریکای لاتین و خاور میانه است و اگر این تمدن‌ها که اساساً مادی هستند و بر ارکان تمدن غرب سوارند دچار انقلاباتی معنوی نشوند، بالاخره به آخرالزمان خود می‌رسند. و این آخرالزمان جهانی است که بر سرآغاز یک تمدن دیگر و برتری قرار دارد که بر معنویت و عشق و عرفان و حق پرستی بنا می شود که این تمدن برتر با ظهور ناجی موعود آغاز می گردد.